سلام بچه ها، امروز قراره با هم دیگه بریم یه ایونت جذاب. یه ایونته که قراره توش با هم دیگه بازی بکنیم، اما بازیهاش از این بازیهای قدیمیه، بازیهایی که هممون شاید تو بچگی انجام دادیم. همراه هم باشید تا آخر. خودم نمیدونم قراره چجوری باشه، خوش بگذره یا نه، ولی دوست دارم شما همراه هم باشید. بازم مثل همیشه من زودتر رسیدم و اومدم یه دوری بزنم و منتظر بچه ها باشم. اومدم سمت پاساژ اطراف یه ذره این خوشگلی ها رو ببینم و دوباره برگردم به سمت محل ایونت. فکر کنم دیگه الان حد زده باشید ایونت کجاست. درسته، پارک ملتیم و اینکه یه سری از این جشنواره ها بود و من اینجا بودم تا بچه ها برسن. اینا با هم تلپاتی دارن، زیرنویس دارن. آره خب شروع می‌کنم. آره که به هم می‌چسبیم، مثلا مشخصه که بخوام لحظه مشخصه که بخوام یه چیزی رو بگی. نچسبانم. تو مترو. خیلی نامردین چون خیلی فرزانه می‌کنید. نگیر بالا پاتو. خب یکی از بالا بزنه به پایین. یکی حداقل بده. بچه سراتون رو مواظب باشید. ولی دیدنش بیشتر حالی. آقا کسایی که ترکیدن نزنن. هرچی باید کلکش رو اومده بالا بزنه توی ساقه پا. تو چرا برو چنا؟ بیرون میکنم. بیرون خطر. بیا پیش من بیا. من هولشو میدم اون وقت. بزن تو ساقه پاشون نمیخوام. اول مسئول میشه. بعد که پاشو داره میماله اینجوری. هیا! آقا نزنید. درست هم واسه به خدا یهو میزنم. باز کلکمو نزن. خدا نگه این تو چشم دلم نمیفته. چه صدایی داشت؟ این بازی درست نیست. سرصدا داره. سرصداش اذیت می‌کنه. پاتو بالا نگی. پاتو بالا نگی. مگه قانون داشت بازی کردنش بعید بزنم باشه. هیچ! کاش که بار دوم بود دیدم تو می‌خواستم خوش. شما خیلی مؤدبین همتون رو. به من ندید. آره بیا. فقط فکر کنم فندک هم نمیشه. زانومو ترکوندم. سرت تمام میخوره داره کاری میکنه نمایش برگرد. سرصدا چیه؟ به خدا من خسته شدم. به خدا ولش کن. چی ندونه چه میمونی؟ دوست باشید با هم. آفرین. یه کفش رو چک کن. خیلی نکنم. چیز ندارم. اینجا بازی تموم شد. با دوستامون اومدیم کافه یه ذره دوره هم بگیم و بخندیم. مرسی که با لایک و کامنت و سابسکرایب حمایت هم میکنید. خیلی خوشحالم تا اینجا همراه هم بودین. شبتون بخیر. خدافظ.